عین حال بابای قربان بله درگذشتن. همون هنرپیشه که خیلی بر وقت بود. مرگ حق، سوال جواب حق است. حاضر از تو میپرسم که خدایت کیست؟ بگو که الله. خوب باشه چون اگر دست برداشته تمام دست بردار. من دست نمیبردارم، اما مجبور نسازید که دست بردارم. از صدی راه هم دور شوید، من دیگر در این خانه زندگی نمیکنم. کسی که به نفسش گوش کرده میسوزد، چشمانش پرده میگیرد و از آن عشق اثری هم نمیماند. آن بدی قطار چوبی گهواره نشود، یا چوبی علاوی شد و یا چوبی مزار. مرگ همکسبان خود را چگونه تحمل کردید؟ آیا تلفات بزرگ ایشان خاطره شما را نآزرد؟ و خیلی سخت است تحمل کردن که وقتی میبینی اینها در بریتون نیستن. زیمه خوردن ندارم بیم، از مستیش میترسم. شرکت صوف سودا داروهای را پیشنهاد می‌کند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست، داروها با نماد کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که به صدها در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صوف سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافکا به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زکات کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن ها برای تماس در روی اکران. سلام تماشاچیان عزیز، سلام مخلصان فعال همیشگی برنامه‌های ما. برنامه ما روبرو نام دارد. با شما من هستم رستم عظیمی. انیخترش مهمانی نوبتی برنامه روبرو استادی هنر، کارمندی تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحدوف، استاد عبدالمومن شریفی. پیش از همه استادی عزیز رو با برنامه روبرو خوش آمدید میگویم. تشکر، سلامت باشید. الحال ما در تولل مبل اکرم قرار داریم و شما می توانید از اینجا همدیاران عزیز نمودهای گوناگونی تیار مبل ها برای خانه، برای جای کار دسترس نمایید و یا اینکه فرمایش دهید. این چنین تولل مبل اکرم مبل ها رو با نسیه، یعنی با طور بفایز با مدت 6 ماه پیشنهاد شما میگردونه. مطمئنم خوب هستید. چه حال و هوا دارید؟ خدا رو شکر سلامتیم، خوب زندگی داریم، مهمش هستیم. شکر. تشکر زیاد استادی عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید، احترام کردید و خاطری تماشابینی ما رو آوردن، سخنی ما رو نشکسته مهمانی برنامه گشتید. یک جهان سپاس. تشکر. من باید بگویم که راسیده من یک چی گویم عادتی بد دارم. بیاد تاکتیکای برنامه رو من به شما میفهمونم. برنامه سوال ها از چند سوال و شرط عبارت است و هر یک سوال و شرط در لفافه ها جایگیرند. اگر شما میخواهید که لفافه رو ورق زده سوال رو خونید، با چشم تماشابین ما نظر کنید، پاسخ گویید. اگر سوال ناراحت کننده باشد شما حق دارید که اون را جواب نگویید. من به شما کمک میکنم، یک لفافه رو شما میگیرید دیگرش رو من. اگر آماده باشید مرحمت از دست شما. خب رفتیم. بسم الله. شما مرحمت کشید و بخونید چی نوشته شده است. اگر کمک لازم باشه من به شما یاردم میکنم. مرگ چیست؟ چگونه مرگ خود را ما انسان ها تصور میکنیم؟ بله، در حقیقت مرگ چیست از نگاه یک اکتور؟ اون رو میخواستم برای تماشابین ما بگید. مرگ این چیزی معمولی هست که ما همه میرنده ایم و مرگ حق است. مرگ حق است. خب آمدن ها رفتن ها دارد و من همیشه یک انسان بنده مسلمان این چیزا چی گویم، این چیزی معمولی است، این چیز قبول دارم و خدا کند که همیشه آماده باشم به این چیز که اگر میمیرم انسانوار بمیرم، مردانه بمیرم و خدا کند که اون خدایی که من خلق کرده است من قبول کنم. بله تشکر، بسیار یک سخن جالب گفتید و اون چیزی که ما میخواستیم پاسخی درست رو شما گفتید و نوبت من است و بیاد بخونیم در اینجا باز چی سوالی اومده است. استادی عزیز، مناجات به شب با خدای خویش کنید که دلمون به درد آید از شنیدنش. پروردگارا کاری بکن که من از یادم نرود که من انسانم. من اون انسانی که برای تو بزرگترین مخلوقم و تو خودت گفته که بزرگترین مخلوق من در دنیا می آفرم و دنیا را به دست او می دهم و خدا نکند و این نعمت من زیری پا کنم. خدا نکند و من ناشکری به این نعمت کنم. خدا نکند و من توی فراموش کنم. یا خدا هر کاری میکنی کن، فقط به من ایمان ده و من
متانت ده، به من محبت ده، به من عشق پاک ده، به من وجدان ده، به من انصاف ده و کاری کن که من از اون رسالت انسانی و مسلمانی خود دور نباشم. باور کنید اندیشه کس به دوری‌های دور می‌رود وقتی شما حرف می‌زنید. وقتی این موجود از زبان شما شنیده شد باور می‌کنید فکر می‌کنم تماشابین مالکه اشک ریختن. خدا کند. بگذار اشک یگون نفر نریزد و برنامه رو ادامه میدیم. لفافه انتخابی از جانب شما میشه. خب عبدالمومن شریفی بدون تئاتر و صنعت بودن میتواند؟ یعنی زندگی شما بدون صنعت تئاتر چگونه به فکر خود؟ میتواند اگر خداوند به تو عمر داده باشد و عمرت باقی باشد مطابق میشه، دیگر امکان زنده داری. بهترین احسن میگویم و لفافه دیگر رو من ورق میزنم و چی سوال نوشته شده است میخونم. مرگ همکسبان خود را چگونه تحمل کردید؟ آیا تلفات بزرگ ایشان خاطره شما را نآزرد؟ تصور کن که یک نفری همه وقت در بری تو بود، همه وقت با تو کار میکرد، قریب که هر روز به دیدار هم میرسیدیم و در یک لحظه نیست. نامبر کرده میتوانید؟ ولی مثلا از همکارانم که در تئاتر کار میکردم، خب نظریمت موسی، بهترین شخصیت، خانم اصل بگی، امان قادروف، استاد ناصر حسن چقلوف، صبری نیسا سبزلی و عبدالرزاق شادروان مولوده عابد و فاطمه غلام و دیگرهای چند نفر زیادی دیگر که بودن حالی در یادم نمانده است. نمانده شاید میاد آیستاد. احمد شاه، اکی احمد شاه، رفعت شایف. خب بسیار شخصیت هایی بودند که در خدمت نشان داده بودند. بله، مردم میشناختن، کاری کرده بودن، از خود چیزی باقی گذاشتن، خدا را شکر. و خیلی سخت است تحمل کردن که وقتی میبینی اینها در بری تو نیستن، این استادان خیلی سخت است، خیلی سخت است که این گونه شخصا در بری تو نیستن. دیگر دیداری آنها در پیش نظر تو نیستن، هرچند در خاطرت هستن اما دیگه دیدن نمیتون، در چشم تو نیستن، دیگر صورت آنها دیگر پیش نظر تو نمی آید، نمیبینی آنها. خیلی سخت است، خیلی سخت. ما بندگان فقط دعا کرده میتوانیم. ما بجز دعا دیگر کار ما دعاست، دعا دیگر بجز دعا. خب همین است، نوبت است، درست پس ما هم از پس آنها میریم. خدا کند که در باغ فردوس با هم روبرو شویم. تشکر زیاد استاد، امین. نوبت از جانب شما، مرحمت. زندگی به درد به رنج نیست، یک لحظه زندگی خویش را که همیشه غمگین می‌سازد قصه کنیم. بله، زندگی پستی و بلندی ها دارد، زندگی شیب و فراز ها دارد. میخواستم یک لحظه زندگی خود که شما خاطرتون همیشه از اون رنج میبرد میخواستم برای تماشا بینیم و قصه کنیم. خب همین از زندگی تلخی ها دارد، شیرینی ها دارد، شاید قیمتش هم در همین باشد، نمیدانم، هرچند بسیار میخواهد که این تلخی ها نباشند. شاید زیباییش هم در همین باشد. خاطره های تلخ زیاد دارم، حتی گفتنش خیلی دردناک است. خب یکیش مثلا خیلی سخت است، شاید به خاطری که نه به آن خاطری که و جگری من بود، فرزندی من بود، به خاطری که خیلی بر وقت رفت، خیلی طفلکی پاک و پاکیزه، دخترکی من که در 11 ماهگی ما را ترک کرد، این دنیا را ترک کرد. بعضا در بعضی نمایش‌ها یک یادم میاد و زار میگیرم و بیننده خیال میکنه که من برای اون نقش گریه کردم. اصلا گریه من این چیز است که حتی مرگش هم به من کمک میکنه در کسب من که من صمیمیت دور نکنم، درد از خود دور نکنم و همه وقت در
مواد باشم. بله. این محک من بود که ما در 11 ماهگی ترک کرد. فرزندی چندمی شما بود؟ فرزندی چهارمی من بود اون وقت که بعدی اون باز جای اون با یک ماه دیگر آمد، خدا را شکر است، آمد خانه‌دار است چه است و اون وقت فرزند چهارمی من بود. و عجیبش در این که من تابع بعدی و از همه فرزندان نشانه ها داریم، عکس ها و چیزایی و حتی بعضا ویدیوهایی داریم، اما قسمت همه خیلی که از چیزی نداریم، نگم عکس حتی نداریم، هیچ چیز باقی نماند. خودی که همه خیلی قسمت ساخته بود که از وی هیچ چیزی ندارم، نه عکس نه یگان موادی ندارم. یک نشان داد. یگان نشانه نیست از وی. همه خیلی آمد و همه خیلی رفت، لیکن اما ماه بود، در حقیقت ماه بود. من فقط به ماه میگفتم و چند نامه کر سنوبر بود، اما فقط ماه میگفتم چون مثل ماه بود. جدی میگویم، نه همسایه ها هم میگفتن، دیگر آدمایی که دیده بودن میدونستن میگفتن که عجب تفلکی زیبا بود، ماه بود. روح طفلکی معصوم شاد بود، قبرش پر نور بود و جایش جنت بود. و بیاید برنامه رو ادامه میدیم و ما نمیخواستیم که به زخم‌های دل استاد نمک بپوشیم. نه برای با سبک این میشم چه آدم سبک میشه، یاد میاری با. بیاید برنامه ادامه دارد و سوال من بعد از جانب کی میشود؟ از خودت بفکر. بیاید ببینیم تماشاگران عزیز، در شاهدی شما میخوانم سوال چی است. خود رو در صحنه تصور کنید. آیا صحنه خاطرمان دارید که تو امروز از یاد شما نرفته است؟ تا خانه من مسافه‌ای بسیار است، نقشم به دو چشم چار در دیوار است. از روی من آینه من سیر نشد، آینه من منتظری دیدار است. در خانه من رفی کتابم مانده، یک پر قلمی پری عقابم مانده. من بالینی همسری ندیدم عمره، در بالینی من جلد کتابم مانده. نه باغ پدر مانده، نه باغ پدر مانده، نه آن بیت قطار. از بیت قطار مانده کلبیت قطار. آن بیت قطار چوبی گهواره نشد، یا چوبی علاوی شد و یا چوبی مزار. همین است، همینجا. تشکر، احسن استاد عزیز. باور میکنید وقتی این مصرع ها رو از زبان شما میشنوم، باور کنید که از قطره های اشک من به ایست جاری میشدن. بسیار دردناک بود و من باوری کامل دارم که یک روز این نمایش در تئاتر جوانان دوباره پخش میگردد و ما همگی همراه مخلصان رفته تماشا میکنیم. انشاءالله. تشکر زیاد استاد. و این زحمت استاد است، با دو سال است. سوال من بعد رو من میگیرم، ورق میزنم و بیاید ببینیم. شما رو صنعت آوازخوانیتون رو دوستانتون بسیار تعریف کردن. میتوانید یک غزل زیبایی رو زمزمه کنید تا جانمان به راحت درآید؟ من از عقرب نمیترسم. این شعر غزلی معمول است، همه میدانیم. من از عقرب نمیترسم، ولی از نیش میترسم. ندارم شکوه از بیگانگان، از خویش میترسم. ندارم وحشت از شیر و پلنگ و حمله گرگان. من از گرگی که میپوشد لباسی میش میترسم. مرا با جوفروشانی سری بازار کار نیست. من از گندم نمایانی ارادت کش میترسم. ندارم وحشت از جنگ و نفاق و قتل و خونریزی.
من از این جنگجویان صلح اندیش میترسم. با شیخی گفت کسی کس چی میترسی؟ با شیخی گفت کسی کس چی میترسی؟ زیمای؟ گفتا زیمای خوردن ندارم بیم، از مستیش میترسم. مرا با خانقاه و خرقه و کشکول کاری نیست. من از اعمال زیشتی خلق نادرویش میترسم. چه خوش گفت این سخن مردی سخن سنجی که میگوید نقش بابای قربان را همگی از فیلم محور حقیقت دوست داشتند. نفوذ این فیلم به صدای شما زیباتر گردیده است. می توانید نصیحت نامه عاشقش را به ما مخلصان حرف زنید. کسی که به نفسش گوش کرده می سوزد چشمانش پرده می گیرد و از آن عشق اثری هم نمی ماند. آن عشق فقط در زبان می ماند و بس. اینی حال بابای قربان بله، درگذشتن. همون هنرپیشه که خیلی بر وقت بود. از اون که من شنیدم خب این دنیا را ترک کردن. خیلی مردی پر درد و پر اندیشه بودن. مرگ حق، سوال جواب حق است. حاضر از تو میپرسم که خدایت کیست؟ بگو که الله. اگر از تو پرسم که امتی کدام پیغمبری، بگو که حضرت محمد مصطفی. میگویند که شما رو ترک ها انیخترش سینماگران ترک به دعوت خود دعوت کردن میخواهند برای بازی مبلغ کلان. راست است؟ کاش دعوت کنن. نه این کار نشده است. خب اگر خدا کنه دعوت کنن چرا نه؟ رفته نقش میبازید؟ بله حتما. نقش پسر ظالم رو رستم و پدر رحمدل رو استاد عبدالمؤمن شریفی یک جای ببازید، چون این شرط است و ما باید اون رو در چشم تماشاچی نشان دهیم. پدر از پیشم دور شو، صدی رو هم رو نگیر. من که گفتم میروم دونید که میروم. التماس میکنم نگذارید که دست بردارم به شما. صدی رو هم رو نگیرید، از رو هم دور شوید. من از خانه و در شما میروم. بیزار شدم، دیگر حرف شنیدن نمیخواهم. خوب باشه جون، اگر دست برداشتی توانی دست بردار. من دست نمی بردارم، اما مجبور نسازید که دست بردارم. از صدی رو هم دور شوید. من دیگر در این خانه زندگی نمی کنم. اختیار داری. فکر کن اول، پیش از رفتن فکر کن که پشیمان نشه. احسن. یک سخن آرامی بود، یک سخن شنیدنی بود که از دل استاد برآمد و اگر که من همون قدر پسر ظالم باشم با شنیدن این سطرها که پدرم پیش رو هم رو نمیگیرد آرام شینم و از رحم گردم. تشکر زیاد. یک صحنه بود. رستم تو به سن سالی هست که من تو مجبور داشتن نمیتوانم، مادامی که خودت به این خاطر که من نمیخواستم که این سر این طرف ساخته شود. بله. و در زندگی همین است. اگر هر کس میخواد زندگی کند ناوابسته به اونی که اون کی است، وقتی میخوای در تنهایی زندگی کنی پس شاید جون در پدر است که پسر میخواد از او جدا شود. استاد همین لحظه رو شما میخواستم بگویید وقتی فرزند شما بر اومده میرود دلتون به درد میآید، اشک چشمانتون جاری میشود؟ البته. او میگن که دلی بچه به بچه، دلی بچه به کوچه. این همه وقت هست، این همه وقت این چیز هست. فرزند عزیز است و اون فرزندهایی که به قدر این چی نمیرسن وقتی پدر میشوند مادر میشوند حتما این چیز میفهمن که خیلی دیر میشود با وجود میفهمن و این بوده است. لیک مثلا حاضر این کاری که از خودت کردی، این صحنه ای که با اصطلاح اجرا کردی، وقتی که فرزند بسیار میخواد که رفتن در این سن سال و اجبارا من کردن و جز ذره چیزی دیگر نیست. استاد عزیز چند فرزند دارید؟ مجرای زندگی شما و اهل عائله چگونه جریان دارد؟ بله، در حقیقت امروز ها بسیاری مخلصانتون دونستم میخوان درباره زندگی امروزه شما. صاحب چند فرزند نبیره ها؟ 4 فرزند دارم، 2 دختر و 2 پسر. همشون صاحب خانه و درن. 2 پسرم همراه با من زندگی دارن. 5 تا نبیره که دست رویک دارم و انشالله که یک روزایی
ماهای نزدیک باز یک نبیره دیگر هم میشه دست بابای قربان با یگان صحنه‌اش رو تقلید کنید. به زخم نمک پاشید درد میکند مگر؟ نفری سوال میکند که خودش جوابش رو نمیداند. دانستن یا در زندگی دیدن؟ تو چه ها میگویی قربان؟ ногуфта намонад ки суҳбати гарму самимии мо дар ана ҳамин толори бисёр ҳам дидани зебо толори мебели акрам қарор гирид ва агар шумо мехоҳед ки мебелҳои арзонро бо нарху сифати тоза дастрас намоед пас метавонед ба ин толор омада дидан намоед. ногуфта намонад ки ин толор барои кулли шумо то муддати 6 моҳ яъне ба таври насиях молҳояшро қарз медиҳад ва шумо танҳо як занг задан ва дархост намудан аст. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. ин буд барномаи тозатарини мо бо устоди азиз устод абдулмӯмин шарифӣ дар барномаи рӯбарӯ. дар рӯбарӯи шумо қарор дорам. ман рустам азимӣ. тамошобинони азиз тансиҳату хонавобод бошед. барномаҳои минбаъдаи мо дар навбат ҳастанд. хайр. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. саломи худро ба кулли мардуми мусалмон мерасонам.